مؤسسه‌های تعلیمی رسمی صورت گیرد. در این روند حکومت و مقامات‌های دخلدار تلاش دارند که برای دسترسی مردم به تعلیمات درست شرایط فراهم آوردند. در کشور ما برای پاسخ گفتن به سوالهای دینی شهروندان ریاست فتوای مرکز اسلامی عمل میکنند. هر یک شخص مسلمان میتواند با سوالهای دینی خود از متخصصان ریاست فتوا پرسان شوند. در شرایط کنونی که همه با تلفن و اینترنت دسترسی دارند، میتوانند سوالهای خود را توسط سامانه رسمی شورای علما پیشنهاد کرده شود. طول یک سال می شود که مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان و این سامانه هم در یوتیوب کانال هست. شما همتون می توانید در این کانال سامانه در آمده از دانشمندان و بزرگان و حتی رئیس شورای علما مفتی حضرت هم برآمدهای آنلاینی دارند. در اونجا سوال جواب های اسلامی می شود. شما می توانید از این سوال ها بهره مند شوید، در آمده استفاده برید، نه اینکه با اون سامانه هایی که غیر رسمی هستند و غیر مذهبی هستند. شما می توانید با سامانه در یوتیوب مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان در آمده از اون سامانه از شورای علما صحبت ها و موعظه ها استفاده ببرید. مرکز اسلامی تاجیکستان یوتیوب کانال رسمی خود را گشاده است. آنجا صحبت های خوب و مفید در اطراف احکام دین اسلام می شود. اینچنین در پخش مستقیم متخصصان ریاست فتوا با سوال های مردم جواب می دهند. در برابر همه این در کشور ما دانشکده اسلامی تاجیکستان عمل می کند که همه ساله صدها نفر در این مؤسسه عالی دینی تحصیل می کنند. هر کس خواهش گرفتن دانش‌های کسبی دینی داشته باشد، مرحمت. این نقطه ها را برای آن تأکید میکنیم که با سوالهای دینی خود به شخصان شبهه‌ناکی در اینترنت بوده مراجعت نکنید. کی کفالت میدهد که آنها با سوالهای شما در دایره طلبات کدام مذهب پاسخ میگویند؟ فرزندان خود را به نزد هر گونه شخصان تصادفی برای گرفتن تعلیم دینی نبرید. متاسفانه بعضا توسط واسطه‌های اخبار عامه میبینیم که با بهانه دادن تعلیمات دینی چگونه مناسبت‌های غیر انسانی نسبت به کودکان صورت میگیرد. بنابراین برادران گرامی، شما باید فرزندان خود را از هر خطری چنین تعلیمات هشدار دهید، چنانکه آموزش غیر قانونی دینی نه تنها خطر دارد بلکه میتواند باعث جلب انسان با گروه‌های ارتجاعی گردد. برادران عزیز، سبب اساسی اختلاف و پیدا شدن فرقه های گوناگون در دین اسلام از اول تا به امروز تفسیر و شرح نادرست اساس های شریعت از قبیل قرآن کریم و احادیث پیامبر است. به خصوص گروه های افراطی این سرچشمه های اسلامی را موافق به فهم و درک خود و یا خواسته های گروه های خودشان شرح و تفسیر می کنند که این عمل از نظر دین مبین اسلام مطلقا نادرست است. امام مسلم در کتاب صحیح خودش از محمد ابن سیرین رضی الله عنه که روایت میکند که ابن سیرین رحمت الله علیه گفتند که به درستی که این علم که می آموزد دین و آیین شما است، پس نیکو ببینید که دینی خود را از کدام شخصی که گرفته استاده اید، یعنی از چه کس گرفتنی دین شریعت نهایتاً مسئله مهم بوده. در شریعت سند علمی به نهایت مهم است. پس دین را از هر جا و هر کس گرفتن اعتبار ندارد. با تأکید حضرت مولانا جلال الدین بلخی که می‌فرماید چون بس ابلیس آدم روی هست، پس به هر دست نشاید داد دست.